افتتاح نمایندگی لاین نوری آمیتیس اسپادانا رو که اتفاقی نو در شهر نوشهر و به خصوص در صنعت ساخت و ساز با همدیگه به افتتاحیه میشینیم، به جشن میشینیم با حضور عزیزان و دوست داشتنی که در تصویر مشاهده میکنید و امروز به ما افتخار دادن و در این افتتاحیه حضور پیدا کردند و از این به بعد یک نمایندگی خوب و با کیفیت در زمینه لاین‌های نوری ما تو شهر نوشهر داریم که به نظرم این اتفاق خوب باید شروع گزارشش با دست زدن‌های این حضار همراه باشه. ممنونیم از حضور گرم شما عزیزان و منتظر حضور شما بزرگواران و مخاطبین عزیز گلمون هستیم. بریم واسه یه گزارش کامل تقدیم نگاه زیبا شما عزیزان بکنیم. یه گپ و گفتگوی کوتاهی هم با مدیریت اینجا داشته باشیم، مدیریت این نمایندگی نوشهر، سرکار خانم سلیمی. خیلی مخلصیم، عرض ادب داریم خدمت شما، با افتخار در خدمت شما هستیم. ضمن عرض تبریک به شما میشنویم حرفای شما. سلام عرض میکنم، خسته نباشید میگم خدمت شما. سلیمی هستم، نمایندگی انحصاری تو غرب مازندران رو دارم. خوشحال میشم با همکارای برقکار، الکتریک و پیمانکار همکاری داشته باشیم. با تشکر. با توجه به اینکه قیمتشون هم دیگه مناسبه و قیمت شرکت تو رسمی مرکزی اصفهان اینجا آوردن، درست میگم دیگه؟ قیمتمون مقطوعه، افزایش قیمت نداریم، 10% تخفیف هم به مشتریامون میدیم. چی میخوایم؟ پاشیم بیاین اینجا و از این قرارداد خوب لذت ببریم. ما عزیزان میبینیم که در این افتتاحیه مدیریت محترم این شرکت که در واقع به مرکزیت اصفهان هست اگه اشتباه نکنم، خودشون هم شخصا تشریف آوردن برای این افتتاحیه و این اتفاق خیلی خوب و نوعی هستش که در واقع حمایت میکنند و تنها نمیذارن و جناب آقای مهندس نادی مدیریت این شرکت هستن. آقا عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما. اول اینکه به نوشهر خوش اومدید، به مازندران خوش اومدید. امیدوارم که بهتون خوش بگذره و با افتخار میشنویم حرفای شما رو راجع به شرکت خوب و پرقدرتتون. سلام و خسته نباشید. تبریک میگم، این اتفاق شایسته و بزرگ و من خیلی خوشحالم. اول از مهمون نوازی شما ما خیلی لذت بردیم، 2-3 روز اینجاییم و دوستان خانم سلیمی و آقای ایمانی نهایت سعیشون رو کردن که این اتفاق بیفته، همه همکاریو کردن و خیلی پیگیر بودم و من دوست داشتم که این کار انجام بشه و بتونن بهترین روند داشته باشن. انشالله استان مازندران و پر نور و روشنایی کنن انشالله. آقای مهندس، ما خبرنگارا کلا عادت داریم تو فضای یهویی دیگه شما رو گیر میندازیم دیگه. ما میخوایم از شما، یعنی خواهش میکنیم که حمایت چند جانبه داشته باشید و همیشه کنار این عزیزان باشید. حتما همینطوره. استان مازندران یه استان توریستیه و ما خیلی دوست داریم این کار انجام بشه و اینجا ویترین کل کشوره، هم برای ما هم برای دوستان و ما دوست داریم این اتفاق بیفته. میگم تلاش خودشون هست، ما هم حمایت‌های لازم رو انجام میدیم و انشالله به بهترین شکل ممکن جواب بگیرن و ما خوشحال بشیم از اینکه با ایشون همکاری میکنیم. انشالله. ممنون و متشکریم هم از حضور حضرت عالی، هم از حمایتاتون و آرزوی بهترینا داریم و موفقیت برای سرکار خانم سلیمی و همسرشون در این شرکتی که در نوشهر راه انداختن. با ما همچنان همراه باشین، این پایان کار ما نیست. در این قسمت در خدمت خانم کیا هستیم، کارشناس محترم بهزیستی که در این نمایندگی که افتتاحیه بود امروز شما حضور داشتید. عرض سلام و خسته نباشید خدمت همشهری‌ها و مهمونا. این که فکر می‌کنم خیلی تاثیرگذار هستش این برندی که حالا ثبت شده و میتونه توی ساخت و سازمون، توی شهرسازیمون تاثیرگذار باشه و اینکه میتونه، چون نوشهر زیر ساخت توریستی داره و اینکه حالا یه شهر توریستی هستش، میتونیم از امکاناتی که برامون فراهم کردن استفاده کنیم و انشالله که خانم سلیمی و آقای ایمانی هم موفق باشن. در این افتتاحیه جذاب هستیم و در کنار جناب آقای میرقاسمی عزیز که از خبرنگاران خوش‌سابقه و قدیمی شهر نوشهر هستن. آقا خیلی مخلصیم و اینم در افتتاحیه هم حضور داشتید. از در واقع رسانه دیار پاکان، از دوستان ما ایشون آقای شیخی بزرگوار. آقا خیلی مخلصیم، بفرمایید راجع به این افتتاحیه نظرتون رو. سلام و عرض ادب و ارادت دارم خدمت شما زحمتکشان عرصه رسانه و فضای مجازی و خوشحالم که در این افتتاحیه شرکت کردم و تو این مسئله حضور شما همین شرکت و نمایندگی در نوشهر به حال خلایش همیشه احساس میشد. خدا رو شاکریم که با حضور شما ورود این شرکت و بخش مهمی از حضور شما سیستم روشنایی اینا به حل میشه و به حال بدون واسطه بهتر محصولاتشو به دست مردم میرسونن و قطعاً به حال اتفاق خوشایندی خواهد افتاد. بسیار عالی. از حضور گرم شما ما ممنون و متشکریم استاد میرقاسمی دوست داشتنی.